مانی خوشبین الان یه مالتی میلیونره با امارات‌های لاکچری و ماشینای بوگاتی. اما میدونستی یه زمانی با خانواده‌اش توی ماشین زندگی میکرد؟ ببینید، مانی وقتی اول مهاجرت کرد از ایران به آمریکا، کارهای کم درآمد میکردش و یه جایی بود که همه پسندازش رو از دست داد توی دیل گاز استیشن. اما تسلیم نشدش. به جاش توی بحران اقتصادی 90s رفتش لایسنس ریل استیتش رو گرفت و اونجا بود که میرفت ملک‌های فورکلوز، یعنی اونایی که صاحباشون از دست داده بودن اون ملک‌ها رو، به بانک میخرید و خونه‌های ارزون و درستشون میکرد، بعدش دوباره میفروختشون. اینوست میکرد تو ریل استیت تا الان امروز رفته خوشبین کامپنی رو ساخته. خوشبین کامپنی الان میلیون‌ها دلار ارزش داره و این داستان به ما یاد میده که بعضی وقتا شروع موفقیت نیستش که بعد از یه جایی همه چیز اوکی باشه، شرایطت بعد پرفکت باشه. بعضی وقتا تو این وقتای سخت میتونی یه چیز خیلی قشنگی رو بسازی اگه فقط پشت کار داشته باشی، هر روزم بری سراغ هدفات. حتی همه اگه به تو شک دارن، حتی اگه فکر میکنی کاری که داری میکنی ترسناکه، بدون که کار درسته اگه تو اون کار رو ادامه بدی و موفقیت هم میبینی. مرسی.